إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. آیه 80 سوره یوسف. در ما قبل الله متعال مرحله داستان یوسف علیه السلام که یوسف علیه السلام تدابیری گرفت تا بنیامین برادر تنی خود امرای خود باقی بگذاره و برادرها پس سفر بکنه طرف کنعان. این کلی امور یا این تدابیر به حکم الله متعال بود، وگرنه در ظاهر آزار و اذیتی که به نرفتن بنیامین در پیش پدرش یعقوب علیه السلام یک عالم غم و غصه را زیاد کرده بود، اما در این حکمت و مصلحت های خیلی زیاد بود. چرا؟ به خاطر که در این مورد یعقوب علیه السلام کدام اموری که برای پسرای خود میگه و برای پسرای خود یادآوری میکنه و پسرا چی موقف در مقابل گفتار یعقوب علیه السلام داره، این موضوع در اونجا واضح میشه. از امو خاطر آل دیگه برادرها این مرتبه حالات سابقه نداره که در برابر یوسف علیه السلام داشت. علت شامی بوده که معدی محکم به امرای پدر نموده و فهمیدن درک کردن رنج پدره که یوسف علیه السلام نرفت سبب بسیار حالات خراب یعقوب علیه السلام شد. از او خاطر اگر ای بنیامین هم نمیره بسیار حالت خراب میشه. از اینجا برای ما واضح میشه که تفاوت در بین شفقت و مهربانی، عقل و بصیرت موجود است. در بین برادر یوسف علیه السلام برادر کلانشان که خیلی شفقت زیاد داشت و امو شخصی بود که طرح انداختن در غیابت الجب در کاواکی چاره او داده بود، وگرنه دیگرها انتخاب کرده بودند که یوسف علیه السلام قتل شود. الله متعال این بصیرت به این برادر کلان داده بود که اونه بسیار محکم شد، پافشاری کرد و حتی به برادرای خود میگه که من رفتنی نیستم، به خاطر ازی که من اینطور چشم ندارم که آلی در پیش روی پدر باز کنم و باز بگویم که بچهت اینی طور کار شده. چرا؟ تا وقتی که اصلی واقعیت فهمیده میشه دل پدر خیلی زیاد رنج میبره. از امو خاطر من تا وقتی که اینجا یا بمرم و یا کدام معامله در مورد بنیامین صورت بگیره در غیر از او امینجا هستم. منظور از باقی ماندن اینمی برادر کلان ای بوده که شاید عزیز مصر که یوسف علیه السلام است به دیدن ما و باقی ماندن ما و پافشاری ما یک روز ترحم و شفقت در قلبش پیدا شود و برادر امرای ما رها بکنه. از او خاطر چرا که این نظر به احسان یا کرمی که عزیز مصر داره حتما این کار میکنه. برای فعلا چون آوازه پخش شده که این جام پاچا دزدی شده و در پیش فلان برآمده، از او خاطر شاید این موضوع را فی الحال نتانه حل کرده، اما آینده شاید یک چیزی تدابیری بگیره. از امو خاطر امرای برادرای خود مشوره را جدا میکنن و امی تصمیم در این مورد میگیره. معلوم شد که فهم و بصیرت تفاوت داره. دیگه برادرها او قدر در تلاش و قصه ازی نبوده، اما برادر بزرگ در این مورد بسیار تلاش کرد و گفت که ما در حق یوسف علیه السلام هم بسیار کوتاهی کردیم و آلیم دیگه این بسیار مشکل است. معلوم شد که در حقیقت امی برادر کلان حتی به مو معامله هم که به امرای یوسف علیه السلام شده بود راضی نبود، اما چون در جمعیت گیر آمده بود نمیتونست در مقابل نو برادر خود موقف اختیار بکنه و تصمیم طرفدار یوسف علیه السلام شود. از امو خاطر یک نوع هماهنگی قطش داشت و این دفعه اخلاص خود نشان میده. در این کل مراحل یا داستان یوسف علیه السلام بسیار درس‌ها و عبرت‌های زندگی انسان است. انشالله در آخر خاتمه سوره یوسف امو فواید یا عبرت‌هایی که از این داستان برای ما حاصل میشه او را یک یکی انشاءالله بیان میکنیم. در اینجا مشوره کردن از یاسته یکی از جمله مسائل است که انسان همیشه مشوره میکنه، در مشوره خیر می باشه. چرا که در مشوره افراد متفاوت رأی خود پیش میکنه و چون آرا متفاوت است شده میتونه در بین آرا یک رأی صواب
و خیلی قرین مصلحت باشه اونمو اتخاذ و گرفتار شوه. فکر یک انسان نمیتونه تمام جوانب قضیه را روشن کرده بتانه. از امو خاطر هر شخص برای خود تجربات گوناگون داره. وقتی اینمی تجربات شریک میشه در مورد انجام یک امر، حتما جوانبی از او روشن میشه. برادرها مشوره میکنه. در اینجا الله امی واقعه را بیان میکنه. فلما استیأسوا منه، هرگاه که ناامید شدن. دو معنا داره استیأسوا منه، ناامید شدن از یوسف علیه السلام، دیگه عذرشان نپذیرفت. وگرنه سه پیشنهاد یا سه گپایی را گفت پیش کرده بودن به یوسف علیه السلام که سبب ترحم و شفقت میشد. یکی است که یک پدر داره بسیار پیر است، ضعیف است، با نرفتن ازی بسیار رنج و خفگان برش زیاد میاثر میشه. و دوم است که حتی این معامله را هم گفت، علاجش هم بیان کرد که در جای ازی یکی از ما را تو اینجا گروگان بگی و خیر و خلاص. سوم هم گفته بود که احسان تو یا صفت تو که کدام صفتای تو داری، این تقاضا از این را میکنه که ما را در اینمی جرم نگیری و این برادر امروی ما رها بکنی. اما یوسف علیه السلام در مقابل عرصه مصلحتی که یا بیان کرده بود، قانون بیان کرد و قانون همیشه سری مصلحت ها حاکم می باشه. گفت که من در این صورت از جمله ظالمین میشم. اگر من کسی را که مجرم نیست در جایش بگیرم، این گپ درست نیست. از امو خاطر ناامید شدن. دوم معنا فلما استیأسوا منه، هرگاه که ناامید شدن از خلاصی برادری خود بنیامین، خلصو نجیا، به خلوت رفتن، به تنهایی رفتن، نجیا مشوره کنان. اصل نجوت میگه بلندی زمینه و او ممتاز می باشه، علایده می باشه از دیگه نواحی زمین. پس کسی که مشوره پت میکنه، پنهان میکنه، او جایم جدا می باشه. از او خاطر برادرها یک طرف شدن. آلی تصمیم میگیره چی معامله بکنیم، چه قسم پس بریم در کنعان. قال کبیرهم، گفتم کلانشان. اینجا مراد از کلان کدام کلان است؟ بعضی علما مفسرین نوشته میکنه که از نگاه سن است و بعضی میگه نه، کبیرهم فی العلم والعقل، اما کسی که در علم و عقل خیلی الله برش بصیرت داده او میگه. ظاهر قرآن کریم معلوم میشه که مراد از کلانی ام علم و عقل بوده و ام سن و سال است. چرا که سن و سال هر قدر پخته باشه، عقل همو قدر به پختگی میرسه، تجربه زندگی را زیاد تیر کرده می باشه. یکی. دوم است هر قدر که سن کلام میشه دل نرم میشه، دل بسیار چیسته از امو سختیش میبره. حالت جوانی انسان خیلی همینطور قوت می داشته باشه، ضعیف نمی باشه. از او خاطر او ترحم زیاد داره. الم تعلم ان اباکم، یا نمیدانی که پدرتان قد اخذ علیکم موثقا، گرفته علیکم بالای شما موثقا وعده، پیمانی محکم من الله، از جانب الله. تاکیدش توسط قسم به الله شده. دیگه ما چی روی آبرو داریم که باز بریم به پیش پدر زانو بزنیم و بگیم که بچه تا اونطور ماندیم شه. یک. و من قبل، و پیش از این وعده محکم از پیشتان گرفته بود. در دو وعده ما پسمان شدیم. آلی چه قسم قطعی از رو بروشیم؟ و من قبل ما فرطتم فی یوسف، در پیشم آن چیزی را که شما پیش تقصیر کرده فی یوسف، در مورد یوسف علیه السلام، در حق یوسف علیه السلام کدام تقصیر و کوتاهی که کرده، او یک جرم علایده و این جرم دیگه آبرو نیست که ما به امرای پدر رو برو شویم. معلوم میشه ازی که این پسر یقینا احترام و عزتمندی پدر خیلی زیاد داشته و حتی حیایش می آمد که در حالت فقدان بچه‌ای که خیلی دوست داره پدرش یعقوب علیه السلام امرای از او رو برو شوه. از او خاطر چی میگم؟ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی. بله، انسان زمانی که رأیت کسی نمیپذیره، لااقل به نفس خود سرش عمل بکو، خودت امی اختیار خود داری. آلی برادرها را گفته نمیتونه که یکی ما رفته نمیتونیم، بعد امیجا خواب بکنیم تا که این برادر ما اله شوه و یک جا برویم. نه، چرا که وقتش توافق هم نداره. یا است که مصلحت تقاضایی میکنه که اونجا گرسنگی خیلی زیاد است، اگر یا حرکت نکنه دیگه پدر بیخی نارام میشه، به خاطر که کلی بچه گم میباشه. از همون خاطر بچه کلان ای گپا گفتو که ما همیشه هستم در اینجا، حتی یأذن لی ابی، تایی که اجازت بکنه برام پدرم. اگر دعوت برام داد بعد از میرم، غیر از او روی ندارم. اولاد باید در مقابل پدر و مادر اینمی قسم باشه، امی قسم حیا و شرم داشته باشه. البته حیا و شرم در مقابل معصیت، کدام گناهی که از دستت میشه بعد یقینا به پدر و مادر آدم سعی کرده نمیتونه
خصوصا او گناهی که سبب آزار و اذیت پدر و مادر شده باشه. این بسیار مهم موضوع است. همیشه در ذهنتان باشه که این گپا خیلی عمیق می باشه. داستانی که قرآن بیان میکنه خیر است اگر دیگه بچه امرای پدر و مادر خیلی زیاد جفا میکنه، اما تو خو میدانی، تو خو علمت رسیده، تو باید قطعشان بسیار خوبی بکنی. از امو خاطر اولاد ممتاز و نموسته که دیگه اولاد در مقابل پدر و مادر سخت جفا و ظلم میکنه، اما تو امو جفا و ظلم دیگه اولاد جبیره میکنی، تو برش خدمت میکنی، ولو که بس اوقات پدر و مادر از تو راضی هم نباشه. عمل تو چون به خاطر الله متعال است، در صدد ازی نباشی که در دنیا هم پدر و مادر اعلان رضامندی از تو بکنه و تو را زیاد پیش مردم تعریف بکنه. اینمی نقطه را گاهی هم توقع نداشته باش. چرا؟ به خاطر که طبعا پدر و مادر زمانی که امرای کدام پسر میشینه، چون اونجا دایمی است، اولادی از او، زنی از او قدر زیاد مراقبت نمیتونه. اما بچه دیگه که پدر و مادر امرایش نشیشته، در ماه یا 2 ماه یا 6 ماه و 1 سال 1 روز 2 روز میبره. اونجا برای 3 روزی طور قدر و قیمتش میکنه که پرسان که اینجا بیشی مادر جان که کمپل بیگی که این تو کو که اون تو کو، خو 3 روز است دیگه. او هم میفهمه که 3 روز است دیگه، همینطور تلطف و نرمی بکو که پرسان نکو. اینی را میگه احترام سمبولیک. در اول که جدا میشدن هر کس تلاش میکرد که از خود دور کنه، خوش نداشت که پدر و مادر برش دعا بکنه یا خدمتش بکنه. اما در این طور به خاطر ازی که حالی جلب توجه پدر و مادر طرف خود بگردانه. اما الله بالای سرت میبینه، رقیب است. این احتراما یا ادبای سمبولیک سببی کامیابی و پیروزیت نیست. او پدر و مادر هم قدرت الله متعالی طور است که باز اینمی قدر سنجش نداره که ما خو امرای اینمی بچه چندین سال نشستیم و کلی تکلیف ما سر عزیسته و به خاطر 2 روز که در اوجا میریم او خوب احترام میکنه. باز چی میگه؟ در هر جای بدی از این را بیان میکنه. همین بچه که قطعش نشسته تمام فریاد و چیز از این میباشه و او را توصیف کرده رایسته. تأسف در اینجاست. علت ایسته که ما یقینا از درسای قرآن دور هستیم، درک نمیکنیم حقیقتی مطلبه. وگرنه امو روزی که جدا میشد کدام پسری که پافشاری کرد که پدر و مادر قطم است، امینجا میدان امتحان بود. میدان چی بود؟ اصلی ادب و احترام بود که کی ادب و احترام داره. آینده اگر چیزی در زندگی پیش رو میآید، او گپا یقینا میاد. در یک خانه همیشه تلطف و نرمی نمی باشه، گاهی خشونت می باشه، همیشه همه چیز مهیا و برابر نمی باشه، گاهی ناوقت میشه، تاخیر دیش میاد. انسان حوصله بکنه. اما اول ادب که در ذمه خود گرفته امو را باید در نظر بگیره. اما اینطور نیست. خود چون که کسی که امی کار انجام میده هدفش احترام و ادب پدر و مادر است، به خاطر رضای الله است. الله جل جلاله میبینه. از امو خاطر خفه نشوه، خیر است. اگر بدی تو را در کدام جای بیان میکنه و دیگر را ستایش میکنه، هیچ خفه نباش. چرا؟ الله متعال میبینه حالاته که تو به کدام اخلاص و به کدام مقصد قدم گذاشته ای. بس اوقات پدر و مادری طور می باشه که تو خیرخواهیش میکنی، او بدی تو را بیان میکنه، تو انتها عزتمندی زور در نظر میگیری، اما او تو را اینطور معرفی میکنه برای پیش مردم که یک منافقی محض هستی. لیکن در اینمی مسائل هم باید تو خفه نشوی، بگذارشه. چرا؟ الله متعال میبینه. این گپ بسیار مهم است. بچه کلان یعقوب علیه السلام اینمی حیا و اینمی شرمی که در پیشش است، این منزلتش است که الله متعال او را کبیرهم برش گفت، همین لقب بسش است. او یحکم الله لی حتی یأذن لی ابی، تا که اجازت بکنه پدر برای ما در غیر از او. مرا شرم است، بسیار خجالت میکشم که بدون بنیامین پیش روی پدر حاضر شوم. نه، اگر پدر اجازت کرد باز امر پدر است. او یحکم الله لی، یا فیصله بکنه الله برای ما. فیصله چی رقم بکنه؟ یا مرا مرگم برسه که من وفات بکنم، یا ایسته که الله متعال از رحمت الله انسان امید نمی باشه. امید داریم که برادر آزاد شوه. و هو خیر الحاکمین، الله بهترین فیصله کننده است. موضوعی تا به الله بسپار، فیصله را الله متعال میکنه. چقدر امید به انسان میده در جایی که همه اسباب ظاهری از پیشت قطع میشه و بالکل اینطور فکر میکنی که دیگه هیچ راه کامیابی برام وجود نداره. نه، الله بسیار بهترین فیصله کننده است. به او بسپار، الله متعال راه را جور میکنه. ارجع الی ابیکم، چقدر آدمی هوشیار است. حالی آداب رفتن هم برش نشان میده که چی کلماتی را اونجا بگویه،
چه قسم بگوید؟ ارجعوا الی ابیکم، باز بگردی به نزد پدریتان، فقولوا بگوی یا ابانا پدری ما، این ابنک سرق، یقینا بچی تو دزدی کرده. این البته این حکم در بظاهر یا به غالب گمان میکنه، حقیقت امری طور نیست. یوسف علیه السلام هم دمونجا بالا اوجا ای طور گفته بود که ما امو کسی را میگیرم که ما جام خدا پیشش یافتیم، نمیگه که کسی دزدی کرده. چرا؟ یوسف علیه السلام فهمیدم که دزدی نکرده، از او خاطر گفت نه، جام ما پیش کسی پیدا شده امو را میگیریم. اینجا بچه ها امی احتیاط در کار میگیره که بچه تو در ظاهر دزدی کرده، خو ما شهدنا الا بما علمنا، و ما شهادت که موافق علم ما باشه نمیدیم مگر به آن چیزی که ما معلومات داریم. منظور ایست دو مطلب در اینجا داره. امی گفتاری ما موافق علم ظاهر ماست که چون گپ اینمی طور مشاهده شده، از او خاطر میگیم که بچه دزدی کرده، اما حقیقت امر به کی معلوم است؟ به الله متعال. یک معنی است. دوم، و ما شهدنا الا بما علمنا، ما شاهدی نداده بودیم، پیمان نبسته بودیم امروی تو مگر مطابق علم ما، یعنی ما امو قدر که علم ما میرسید که ما حفاظت میکنیم، تا که در زیر نگرانی ما بود ما حفاظت کردیم. اما در فرصتی که بارا به هر کس تسلیم میشد و هر کس جدا شده بود، دانی جواله میدوخت یا هر کس در امویسی خود رفته بود، در اوجه خب ما معلومات نداشتیم اگر بچه ای کار کرده باشه. و ما کننا للغیب حافظین، ما نبودیم از برای حالت غیبوبت، یعنی دو حالتی که پنهان بود از ما، اونجا خب ما حافظ نبودیم که استاد می بودیم سری بیادر خود که علا جامع بارد نمان، این ما خبر نداریم. آلی به خاطر امر که موثق باشه آدم صراحتا اعلان میکنه. یکی از جمله مسائل حقی نمیسته که کسی موقفش حق باشه، منهجش حق باشه، در هر میدان در هر جا به طریق صراحت اعلان میکنه. اینطور نمیگه که اینطور است یک پرده سرش بندازه، نه، موقف خود اعلان میکنه. در آخر آیت در مورد دعوتم قل این چیسته، هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی، آیتون پشت سر بر ما میایه، اونجا بر ما واضح میشه که یکی از جمله نشانه های حق بودن این میسته. پیش این گپا را به صراحت گفته نمیتونستند زمانی که در مورد یوسف علیه السلام کاروایی کرده بودن، اما این دفعه گپ واقعیت داره، از او خاطر به صراحت چی میگه؟ واسأل القریة التي كنا فيها، سوال بکو پدر اگر تو سر ما باور نداری که گپا نشده، برو دمو قریه که کنا فیها، دمو قریه که ما بودیم و همی واقعه که مصر صورت گرفته، از اونجا پرسان بکو که گپ هست یا نه. از این واضح میشه که معامله دزدی در مصر شهرت پیدا کرد و برادرای یوسف علیه السلام هم سخت خفه به این شده بود که ما خاندان نبوت با وصفی که 2 مرتبه ما آمدیم بسیار به نام نیک پس رفتیم، اما متهم آلی به دزدی شدیم، این بسیار عیب است. والعیر التي، و او کاروانی که اقبلنا فیها که ما آمدیم در او کاروان، از او کاروان هم پرسان کو که معامله چطور بوده، چون گپ صریح بود از همون خاطر میگه سوال بکو. و انا لصادقون، یقینا ما بالکل راست میگیم، گپی دروغ نمیگیم. پدر چی میکنه؟ انبیاء علیهم السلام عالم الغیب نیست، یوم به مثل سابق واره، مثل که در مورد یوسف علیه السلام کدام گپی گفته بود یعقوب علیه السلام برای بچای خود، امو گپ اینجا تکرار میکنه، حالان که گپش در مورد یوسف علیه السلام درست بود، اما در مورد اینجا نادرست است. معلوم شد که انبیاء علیهم السلام علم غیب نداره، بلکه قیاس کرد، قیاس تری ما سبقه کرد، اما این قیاس صحیح نبوده. قال بل سولت لكم انفسكم، اینا بلکه مزین کرده برای شما انفسکم، نفسایتان، امرن یک کار، اینا شاید دی گفتاری که داره امیره نفسایتان براتان مزین کرده، حقیقت امر شاید اینطور نباشه، یعنی گپی خیالی و جور کدگی خودیتان باشه، در اصل امی گپ نباشه. البته این امکان هم موجود است که یعقوب علیه السلام یک نوع سرزنش و ملامتی را سری بچه ها میکنه که او بچه ها زمانی که مردم صدا کرد که جام گم شده و از باری بنیامین برآمده، شما چرا برادرتان سارق معرفی میکنی؟ چی دلیل وجود داره که راستی سرقه کرده کسی مانده؟ این خود دلیل شده نمیتونه، لا اقل یک کمی پافشاری خود میکرده. شما آمده برای من میگه خودتون اعتراف داره که بچه دزدی کرده. عجیب است، بچه دزدی کرده.
این خود دزدی نیست، در بارش پیدا شده جام. لا اقل شما خویا یک کمی. منظور ایسته که بچه ها شما در مورد بنیامین هم بی‌توجهی کرده، یعنی غمش نداشته. به مجردی که همین قدر اتهام وارد شد شما چی کرده؟ برو بخیر دیگه تسلیم شده. نه باید تسلیم نشد.